چی؟ این دهوتی با مهربانش زنگ زد زود به نزد من بیا، یک کار تجلیلی است. این کارشون چی باشد؟ فهمیدم در کار. سلام آقای فاروق. راست گپ آقای فاروق یک خبر ناخوش دارم. چی بود از اون خبر ناخوش مهربان؟ همه حجت‌های کارگران کارخانه تمام شدند. 2 روز پس سنجش می شود. اگر همه خیر رفتن گیرد همه کارگران کارخانه ما رو به تاجیکستان دیپورت میکنن آقای فاروق. با اون شرکت هایی که کارمندان ما رو از گرانیتسا میگذروندند زنگ نزدی؟ زنگ زدم آقای فاروق. راست گپ خیلی نرخشون آسمانبوس شده است. خیلی نرخشون گران شده است. تو غمی رو نخور مهربان. یعنی چی خیلی چگونه؟ با مقصد از بین بردن همین مشکلات من با شرکت امید شرطنامه بستم با مقصدی که صفت اعلی، کفالت، کامفورت و از همه مهمش نرخ دسترس است با مقصدی از گرانیتسا گذراندن. تو میتوانی مهربان پگاه سر کرده تمام کارمندان ما رو نزد شرکت امید ببری تا که همه آنها رو از گرانیتسا گذراند. فهمو است؟ البته آقای فاروق. امید؟ راست گپ آقای فاروق همه این کارگران کارخانه برای یک کارنان به اینجا آمدن تا اینکه یک کارنان کار کرده باز به وطن برگردد. بله مهربان، خودی پگاه سر کرده تمام کارمندان ما رو نزد شرکت امید ببر تا که این مسئله شون برطرف شود. از همه مهمش نرخی ارزان است. امید؟ کامفورت گفت؟ ارزان؟ این دهوتی کاری کردنی سودای منو مونیس زدنی. فاروق جان السلام علیکم. و علیکم السلام جان. و علیکم السلام. فاروق جان چی گفتی؟ ارزان گفتی؟ کامفورت گفتی؟ و تو چه جیام میشوی؟ و ما هم میگذارونیم از سرحد. رفته با کیم که همکاری میکنی؟ خولا جان یک چیز رو فراموش نکنی. میگویم که با خدا دادن ستیزه نکنی که با آنها کی داده است؟ خدا داده است. خولا جان چی بخیلی میکنی؟ در حق شرکت امید کامفورت ارزان و کفالت دارد. گارانتیا. ارزونه؟ راست میگویی فاروق جان. منم یک بار گذشتگی بودم همین ارزانی که منم توصیه میتیم. ارزان مرحمت به شرکت امید جان. هزار رحمت خولا جان. دوستانی عزیز، با مقصدی برطرف کردن بیخفی کار و فعالیت خود و گذشتن از گرانیتسا از این روز و ساعت سر کرده می توانید با شرکت امید همکاری پیوستگی داشته باشید. شما از نام کانال فرخی نعمت گپ زنید با شما تخفیف یعنی سکیدکا نیز پیشنهاد کرده می شود. نرخ‌های ارزان، کفالت همه طرفه وجود دارد برای کار. مساز اما تینج آرام از قفوی کار. حالا میبینی فاروق که من با تو در آینده چیکار کردنیم. این خلاشکا کجا شد؟ خلاشکا هم نیومده است.
حالا آمدی؟ بیا آدم گفتگی شما رو آوردم. زنده است؟ بله زنده است. زنده است و مثل مرده است. زنده و مثل مرده. اپا جونی خودمی، دیل و جانم. این خیلی مردن شما نمیخواستم. میخواستم شما آدمیانم مرد و من وای اپا جون گویم. پانا دورو. دورو. هیچ کس ندید؟ نه یگون کس ندید. حتی یگون کس پای نبود. چند؟ لبای. سیم کارتای مخفی که من با تو دادم با همون با پوچه کنده زنگ زن. مالش. شما گاه میزنید ها؟ زتا نشان میدید. عجلت در دستی ماست دهاتی. گنی میبینیم که کی جانی چیه میخرد. اپا جانی خودم. وای اپا جون. ای بی خودتو. این رو من نمیخواستم. لیکن شما این رو این چه خوب کردید. اگر با خوبی پسرتون به نگینه من میدادید و این حال احوال نمیشدید. حالتون از این بد ما گرفت. گفزن. الو فاروق خوب هستی؟ نشناختی؟ اگر زنده بودنی مادرم خواهی حاضر به سراغی که با پیامک روان کرده به همینجا میشوی. مهم نیست من کی هستم و کی نیستم. پیامک رو خوندی؟ زودتر بیا انتخاب کن. یا خدا یا مادرم. فهمیدی؟ دهاتی پوچه کنده. میایم گفت. خوب انتظار میشوی. چرا ناید؟ بهشتش در دست ما است. ناید و روزش بیند. وای اپای خسرومه، تو نباید خیلی میمردی اپا جان. باید من در مرده تو وای اپا جان میگفتم. لیکن خودت انتخاب کردی. فهمیدی؟ از برای این سری پوچه کندت. التماس من پیامک رو خواندم. برای شما کارخانه من در کار این حجتا، برای شما بایگری من در کار از این حجتا رو آوردم. التماس فقط مادرم رو نرسه. حجتا رو با من ده. درست. گریه نکن بسیار دهاتی. گریه نکن. گریه تو فایده ندارد. ای بچه. لبای. بچه ایست. انتخاب کن. این دوره یا که خودت مینوشی یا که مادرت. انتخاب کن. از 2 تا 1 تا راه داریم. من انتخابم رو کردم. التماس دارو رو من میخورم.
گریه نکن فایده ندارد گریه نکن اشکی تلخ نریزان گریه نکن عزیزه که مادرش یگانه مادرش برای مادرت همه کار میکنی کو جان و دل مادرت هستی اوچا جان شیر بچه مادرت هستی بینوش اوچا جان من به خاطر تو راضیم من به خاطر تو راضیم که دنیا را دست سرم چاپک نه حالا با تیگاه خدمتی سازه نکردم همیشه راضیم اوچا جان من برای تو با خاطر که تو زنده مانی اوچا جان من این دارو رو میخورم زودتر نوش نوشی جانت نوشی جانت دیگه برای من اجازت هست مادرم رو گرفته روم اجازت هست ای بچه اوچا جان